کوچولو توی پارک با توپ فوتبالش بازی میکرد. یه دفعه توپ از دستش در رفت و به داخل باغ پیرمردی که کنار پارک زندگی میکرد افتاد. علی با دلشوره به در باغ نگاه کرد و کمی ترسید، چون شنیده بود که پیرمردا آدمای بد اخلاقی هستن. اما علی تصمیم گرفت با ادب از پیرمرد بخواد که توپش رو بده. علی با دست لرزان در زد. پیرمرد در رو باز کرد و لبخندی مهربان روی صورتش بود. علی گفت میشه توپمو بردارم؟ پیرمرد گفت بله البته و توپ رو با لبخند به علی داد. اون به علی گفت یادت باشه همیشه با ادب و مهربان باشی. علی با خوشحالی توپش رو گرفت و با لبخند از باغ بیرون اومد. دوستانش از دور نگاه می‌کردن و وقتی دیدن پیرمرد چقدر مهربونه فهمیدن که نباید ازش ترسید. از اون به بعد علی و پیرمرد هر روز با هم صحبت می‌کردن و حتی علی گاهی بهش کمک می‌کرد. این داستان به علی و دوستاش یاد داد که مهربانی همیشه دوستی می‌آورد.